آیا واقعاً میشه بعد از خیانت دوباره به رابطه اعتماد کرد؟ این موضوع یکی از چالش برانگیزترین بحث‌های روانشناسی رابطه است. چون پای یه چیزی وسطه که وقتی بشکنه دیگه ترمیمش آسون نیست. اعتماد. خیانت فقط شکستن قول نیست. خیانت یعنی طرفت امنیت درونی تو رو زیر سوال برده. یعنی از اون لحظه به بعد حتی وقتی همه چی خوبه باز یه جای دلت میلرزه. اما سوال اینه که واقعاً میشه بعد از خیانت دوباره اعتماد کرد یا فقط داریم خودمون رو گول میزنیم؟ اول از هر چیزی باید بدونیم که خیانت فقط به رابطه جنسی ختم نمیشه. خیانت یعنی شکستن اون چیزی که تو باهاش احساس امنیت داشتی. یعنی پنهانکاری، دروغ، رابطه عاطفی یا جنسی با یه آدم دیگه یا حتی رابطه مجازی که مخفی نگه داشته شده. اینا همه میتونن اعتمادتو له کنن. اما واقعا میشه اعتمادو بازسازی کرد؟ آره میشه، اما 3 تا شرط داره. اول اینکه کسی که خیانت کرده باید مسئولیت کارشو بپذیره. نه توجیه کنه، نه تو رو مقصر کنه، نه بگه تو نسبت بهم بی‌توجه بودی. فقط باید بپذیره، شفاف و بی‌قید و شرط. دوم اینکه باید فرایند ترمیم آهسته و واقعی باشه. اعتماد یه شبه نمیاد. اگه کسی که خیانت کرده میگه خب تمومش کن دیگه، چرا هنوز شک داری؟ بدون که نمیخواد درستش کنه، فقط میخواد خودش رو راحت کنه. ترمیم یعنی شفاف سازی، همدلی واقعی، دادن فضا به طرف زخم خورده و تلاش مداوم، نه فقط یه معذرت خواهی سطحی. سومی که طرف مقابل واقعا بخواد ببخشه، نه اینکه فقط بمونه. بخشش واقعی یعنی من زخم خوردم ولی میخوام یه بار دیگه امتحان کنم، نه اینکه میمونم چون جایی برای رفتن ندارم یا نمیخوام تنها باشم. بخشیدن و فراموش کردن فرق داره. تو ممکنه ببخشی ولی یادت نره. مهم اینه که آیا طرفت کمک میکنه اون زخم به مرور التیام پیدا کنه یا مدام با گفتن تحمل کن دیگه روش نمک میپاشه. آدما فکر میکنن اگه بخشیده شدی یعنی همه چی برگشته به حالت قبل. ولی واقعیت اینه که بخشش به معنی فراموشی نیست. بخشش یعنی من تصمیم گرفتم از شدت خشمم عبور کنم. نمیخوام تا ابد اسیر نفرت باشم. انتخاب کردم بگذرم چون به آرامش ذهنی خودم احترام میذارم. ولی این معنیش این نیست که زخمم خود به خود بسته شده یا دیگه حسش نمیکنم. خیلی وقتا ما میبخشیم اما هنوز یه جاهایی ته دلمون میلرزه. یه رفتار، یه جمله، یه تأخیر کوچیک میتونه همه چیزو دوباره زنده کنه. و مشکل اینجاست که طرف مقابل به جای درک کردن این حساسیت میگه تو که گفتی بخشیدی دیگه، پس چرا هنوز یادته؟ چرا هی یه زخم قدیمی رو باز میکنی؟ اینجوری هیچی درست نمیشه. اینجا دقیقاً همون لحظه‌ایه که داره روی زخمت نمک میپاشه، چون داره احساساتت رو انکار میکنه. به جای همدلی ازت میخواد وانمود کنی هیچی نشده. یه رابطه سالم بعد از خیانت باید این مدلی باشه. اون کسی که خیانت کرده درک میکنه که هنوز اعتماد کامل برنگشته. سعی نمیکنه فقط زودتر تمومش کنه. نمیگه تحمل کن دیگه، بلکه میگه میدونم هنوز برات سخته. اگه خواستی در موردش حرف بزنی من همینجام. و اگه یه جاهایی دوباره اذیتت کردم بهم بگو. من واقعا میخوام درستش کنم. اگه کسی بعد از خیانت واقعا میخواد که بمونه، باید بدونه توی پروسه بخشش مسئولیت مراقبت از زخم رو هم داره. وگرنه فقط داره اسمشو میذاره بخشش، در حالی که تو فقط داری خفه میشی. اعتماد مثل شیشه است. اگه شکست شاید بتونی بچسبونیش، اما هیچ وقت مثل اولش شفاف نمیشه. اما اگه هر دو بخواین شاید بتونین یه چیزی بسازین که از اولش هم زیباتر باشه. ولی نه با عجله، نه با انکار، فقط با صداقت، صبر و تعهد واقعی.